تصور کن روزی میرسه که خودت، خاطراتت و حتی احساساتت رو فراموش میکنی. آلزایمر بیماری هستش که آروم آروم مغز رو خاموش میکنه و انسان رو به تماشاگر زندگی خودش تبدیل میکنه. توی این ویدیو رازهای تاریک ذهن و مغز در آلزایمر رو کشف میکنیم. آلزایمر یک بیماری عصبی پیشرونده است که سلول‌های مغز رو نابود میکنه و حافظه، توانایی‌های شناختی و هویت فرد رو تحت تاثیر قرار میده. اگه بخوام مکانیزمش رو براتون توضیح بدم، پلاک‌های آمیلوئید و تنگ شدن سیناپس‌ها اتفاق میفته، کاهش انتقال دهنده‌های عصبی مثل استیلکولین و تأثیر بر بخش هیپوکامپ و مرکز حافظه اتفاق میفته. این پروسه به آرومی شروع میشه. مغز کم کم خاطرات و هویت فرد رو فراموش میکنه و اون حتی متوجه این تغییرات نمیشه. آلزایمر فقط بیماری حافظه نیست، این بیماری هویت، احساس و خودآگاهی رو هم هدف میگیره. یه فکت خیلی خفن راجع به این بیماری اینه که حتی وقتی حافظه کم کم داره محو میشه، سلول‌های عصبی هنوز فعالن و تلاش میکنن که اطلاعات رو نگه دارن. این تقلا باعث رفتارهای گیج کننده، عصبی یا حتی ضد انسانی میشه بدون اینکه فرد حتی متوجه باشه. ذهن انسان توی آلزایمر یک جنگ خاموش رو تجربه میکنه. سلول‌ها می‌جنگن اما خاطرات یکی یکی فراموش میشن. بعضی مناطق مغز که مرتبط با هیجان، ترس و تصمیم گیری هستن دیرتر آسیب می‌بینن. این یعنی فرد ممکنه هنوز احساسات عمیق داشته باشه اما خاطرات و منطقش رو از دست داده باشه. ترکیب این دوتا وضعیت باعث میشه رفتار فرد رازآلود و غیر قابل پیش بینی باشه. ذهن هنوز زنده است اما دیگه صاحبش رو نمیشناسه. این راز تاریک آلزایمره. تحقیقات نشون میدن استرس، فشار اجتماعی و سبک زندگی میتونن سرعت پیشرفت بیماری رو تغییر بدن. این یعنی آلزایمر نه تنها یک بیماری زیستی بلکه نتیجه تعامل پیچیده ذهن، محیط و تجربه‌های انسانیه. تحقیقات نوروساینس نشون میده نورون‌ها تا مدت‌ها تلاش میکنن که جبران کنن، مسیرهای فرعی میسازن، فعالیتشون افزایش میدن، اما این جبران انرژی مغز رو بیشتر میبره، فرسودگی عصبی ایجاد میکنه و در نهایت مغز سریعتر سقوط میکنه. این یک جنگ خاموشه. مغز میجنگه اما منابعش محدوده. ترسناکترین واقعیت علمی اینه که توی بسیاری از بیماران خودآگاهی زودتر از حافظه از بین میره. یعنی فرد نمیدونه که داره فراموش میکنه، متوجه فروپاشی خودش نیست و این آلزایمر رو بی صدا و بی رحم‌تر میکنه. ذهن خاموش میشه بدون اینکه صاحبش بفهمه. اینجا میرسیم به مفهوم بسیار مهم علمی به نام ذخیره شناختی. افرادی که مطالعه داشتن، یادگیری فعال داشتن و در طول زندگی تعاملات اجتماعی بالا داشتن، مغزشون مسیرهای جایگزین بیشتری داره و دیرتر دچار آلزایمر میشن. نکته ترسناک اینجاست، آلزایمر مغز رو فوراً خاموش نمیکنه. بخش‌های منطقی و حافظه‌ای زودتر تخریب میشن، اما بخش‌های هیجانی، ترس، خشم، اضطراب دیرتر میمیرن. نتیجهش این میشه که احساس هست اما دلیلش نیست، ترس هست اما خاطرش نه، خشم هست اما منطقش نه. ذهن احساس میکنه اما دیگه نمیفهمه چرا. آلزایمر فقط فراموشی نیست، یک فروپاشی سیستماتیک شبکه‌های مغزیه. توی مغز سالم نورون‌ها با سیناپس‌ها به هم وصلن، اطلاعات مثل برق توی شبکه حرکت می‌کنن و حافظه و هویت تصمیم‌گیری پایدارن. اما توی آلزایمر پلاک‌های آمیلوئید بتا بین نورون‌ها جمع میشن و پروتئین خاصی داخل نورون‌ها گره می‌خوره. مسیرهای ارتباطی یکی یکی قطع میشن. مغز هنوز زنده است اما راه‌های ارتباطیش فرو می‌ریزه. اولین قربانی آلزایمر معمولاً هیپوکامپه. هیپوکامپ بخشی از مغزه که مسئول حافظه و یادگیری و تشخیص زمان و مکانه. وقتی هیپوکامپ آسیب می‌بینه، خاطرات جدید ثبت نمیشن، فرد در حال بی‌گذشته گیر میفته و ذهن مدام یک لحظه رو تکرار میکنه. برای مغز آلزایمری زمان دیگه خطی نیست، همه چیز تکه تکه است. اگه به رازهای ذهن و علم مغز علاقه‌مندی، سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی درباره روانشناسی دارک و بیماری‌های ذهنی رو از دست ندی.
توی کامنت ها برام بنویس به نظر ترسناکترین بخش آلزایمر چیه؟ فراموشی خاطره ها یا فراموشی خود؟ در ادامه باید بگم که چند تا حقیقت جالب و کمتر شنیده شده درباره آلزایمر اینه که آلزایمر فقط حافظه رو نمیگیره. همه فکر میکنن آلزایمر یعنی فراموشی اسمها. در واقع این بیماری میتونه شخصیت رو هم تغییر بده، احساس همدلی رو کم کنه و قضاوت اخلاقی رو مختل کنه. بعضی بیماران رفتاری میکنن که خود قبلیشون هرگز انجام نمیدن. مغز میدونه چیزی اشتباهه ولی نمیدونه چیه. توی مراحل اولیه فرد احساس اضطراب داره، حس میکنه چیزی رو گم کرده اما نمیدونه چه چیزی رو. این یعنی دردناکترین مرحله روانی آلزایمر. خاطرات قدیمی دیرتر میبینن. چرا بیمار کودکیش رو یادش میاد اما صبحانه امروزش رو نه؟ چون خاطرات قدیمی شبکه‌های عصبی عمیق‌تری دارن، بارها مرور شدن، مقاوم‌ترن. برای همین موسیقی‌های قدیمی ناگهان بیمار رو بیدار میکنن. آلزایمر گاهی با هوش بالا دیرتر دیده میشه. افراد با تحصیلات یا فعالیت ذهنی بالا علائم رو دیرتر نشون میدن، اما وقتی بیماری خودش رو نشون میده پیشرفت توی این افراد سریع‌تره. به این پدیده گفتیم میگن ذخیره شناختی. مغز تا آخرین لحظه کاملا خاموش نمیشه، حتی توی مراحل پیشرفته. برخی نورون‌ها هنوز فعالن، واکنش‌های احساسی باقی میمونن، لمس، صدا و محبت هنوز اثر داره. برای همین تماس انسانی هنوز مهمه. استرس مزمن میتونه روند آلزایمر رو تشدید کنه. کورتیزول بالا به هیپوکامپ آسیب میزنه، حافظه رو تضعیف میکنه. به همین دلیل آرامش و محیط امن اهمیت حیاتی داره. آلزایمر فقط بیماری فرد نیست، بیماری اطرافیان هم هست. خانواده ها سوگ تدریجی رو تجربه میکنن، با انسانی زندگی میکنن که هست اما نیست. به این میگن سوگ مبهم. هنوز درمان قطعی وجود نداره، اما علم امروز میتونه روندش رو کند کنه، علائم رو مدیریت کنه و کیفیت زندگی رو برای این افراد بالا ببره. امید علمی هنوز زنده است. بعضی بیماران لحظات شفاف ناگهانی دارن، گاهی برای چند دقیقه ذهنشون شفاف میشه، حرفای دقیق میزنن. یکی از رازآلودترین پدیده‌های مغزه. آلزایمر یک بیماری ذهنی نیست، یک بیماری مغزیه. یعنی انتخاب نیست، ضعف شخصیت نیست، نتیجه تخریب فیزیکی مغزه. حتی وقتی مغز خاموش میشه، قلب هنوز خاطرات رو حس میکنه و عشق ادامه داره.